بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. چی بد است چیزی که به آن نفسهای خود را فروختند. این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند از روی حسادت بر این که خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد وحی نازل می گرداند. پس خشمی بالای خشمی دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مؤمنین. چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آورید، میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ماورای آن را رد می کنند، در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است. بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واقعا که موسی به شما معجزه های را آورد، ولی بعد از آن که وی به کوه طور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید.